اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون هر روز و هر شب حیات ما و شما را تمدید می کند و یک فرصت دیگر برای مزید تقوا و علم و حسنات و خوبی ها و یک فرصت دیگر برای جبران ما فات، توبه از کوتاهی و تقصیرات گذشته. همه این فرصت‌های خوب تشکر لازم دارد و تشکر جز تقویت خود بنده و جامعه‌ای که اون فرد بهش مرتبط هست چیزی دیگر نیست. این تصور باید تصحیح بشه که اگر فردی خوب بشه، خوبیش تنها برای خودش نیست. تصور بکنید اگر یه شمع کوچکی روشن بکنید، به اندازه روشنایی و توان اون شمع ماحولش هم بخواهن یا نخواهن روشن خواهد شد. به مراتب هرچی این روشنایی بیشتر باشه و قویتر باشه و شعاعش بیشتر باشه، قطعاً افراد بیشتری از اون روشنایی استفاده میبرن. انسان مؤمن و انسانی که تمام وجودش خیر هست و نیت خیر دارد، قطعاً همینطور هست. و اگر میبینیم که افرادی معصیت خدا میکنند و هنوز نفس میکشند و زنده هستند و تحرک دارند و این طرف و اون طرف میچرخند، فکر نکنید که به خاطر گناهشون هست و به خاطر توانایی که در گناه کردن دارند، بلکه به برکت افرادی است که در مقابل اونها دارن عبادت و بندگی خدا میکنن و امر به معروف و نهی از منکر میکنند. اگر یک عده‌ای در کاباره مشغولن، در عیاشی مشغولن، یک عده‌ای هم در خانه خدا، در جامعه، در امت اسلامی به کارهای خوب و عام المنفعه، به امر به معروف و نهی از منکر مشغولن، یا برای اونها هم دارن دعا میکنن که خداوند و تلاش میکنن که هدایتشون بکنه. پس خوبی اینها مثل نور شمعی است که پیرامون خودش رو روشن میکنه و بهره‌مند میشن، روشنایی ایجاد میکنه. دیشب وقفی در برنامه افتاد، اما شما استقامت کردید و تا آخر برنامه بودید، ولی برنامه بعد از نماز انجام نشد. امشب دنباله بحثی که پریشب شروع کردیم، اسباب انشراح نفس، آیه‌ای که در صدد تفسیرش بودیم، آیه 125 و 126 و 127 سوره انعام بود. خوندیم، ترجمه مختصر مفیدی از این سه تا آیه داشتیم، بعد پرداختیم به اسباب انشراح صدری که ابن القیم جوزی در کتاب ارزشمندش به اسم زاد المعاد
توشه راه آخرت. ترجمه کتاب اینه، عنوان کتاب زاد المعاد. ترجمه این عنوان توشه راه آخرت، توشه معاد، کسی که میخواد توشه بگیرد. آمده اسباب آرامش و استقرار نفسی و روحی و روانی را 9 سبب بیان کرده. اولین سبب، اگر خاطرتون باشه، و از بزرگترین عامل و مهمترین عامل انشراح صدر هدایت و توحید بود. شما این 9 تا عنوان را تو حافظه بسپارید. وقتی این 9 عنوان رو در حافظه سپردید، شرحش برای شما میسره. به مرور زمان وقتی که اطلاعات و آگاهیتون بالا میره، خود به خود میتونید این 9 سبب رو تفسیر بکنید، شرح بدید. و اگر میخوای این معلومات رو داشته باشید، وقتی برگشتید حداقل برای 1 نفر بازگو بکنید. این یکی از راه‌های تثبیت معلوماته. حالا چه دوستی تو مغازه، چه شاگردت، قرار نشده که شاگردت فقط تا آخر عمر شاگردت باشه، اگر تو علمی بلدید چیزی از تو یاد نگیره. حالا در شرح این 9 تا سبب میرسیم به علم و جریان موسی و خضر رو اشاره میکنیم. یا به همسرت، یا به مادرت، یا به پدرت اسباب انشراح صدر رو بگو. همین آیه براش تفسیر کن و اسباب انشراح صدر رو براش بگو. اگر خودت تنهایی، همسر تو هم با تو منشرح الصدر میشه و تو نیاز داری که همسر تو در کنار تو آرامش روحی و روانی با تقوای خدا داشته باشد. نه اینکه خودت آرامش پیدا کردی، اسباب انشراح صدر رو فهمیدید، همسرت فیلم هندی نگاه بکنه، آرامش رو از خودش و از تو بگیره و در طول زندگی هم در کنارته. یا فرزندانت، یا مجموعی که با تو کار میکنن. چقدر زیباست که شرکای تو، شاگردای تو، کسانی که تو مغازه و شرکتت کار میکنن با تو هم فکر باشن، هم دل باشن. این مسائل رو مدارسه بکنید. خیر و برکت میاد در خودت، در شرکتت، در مجموعت و قطعا سبب رشد تو خواهد شد. پس اول هدایت و توحید بود و تخلی از شرک و ضلالت و گمراهی. دوم، نوری که خداوند پرت میکنه و میندازه به سبب اخلاصی و به سبب طهارت قلبی که به خدا نشون میدید. هرچه کنی به خود کنی، هر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. اگر تو یک دل شایسته از خودت به خدا نشون بدی، قطعا روز به روز نور ایمانی که خداوند بر دل تو میتاباند غیر از نور دیروزی است. روز به روز این نور تقویت می شود و روز به روز راهی که در پیش داری روشن‌تر و درخشان‌تر می شود. حدیث رو خوندیم براتون. اما سومین عامل و سببی که دل منشرح می شود، ابن القیم میگوید العلم، علم هست. اما کدوم علم؟ میگه علم نافعی که هرچند معلوماتت و اطلاعاتت بالاتر میره، هدایتت و تقوات و اخلاقت و رفتارت و آداب و معاشرتت و حسناتت و خوبیهات و تلاش مبارکت افزایش بده و فاصله بین تو و خدا و رب العالمین و خوبی ها را روز به روز با افزایش این علم کوتاه‌تر بکنه. پس علمی سبب انشراح صدر می شود که موروث از پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، یا علم روز باشد و از که در خدمت کارهای مفید و نافع و عام المنفعه و در خدمت جامعه بشریت باشد، نه علمی که تو رو از خدا دور بکند.
پس علم نافعی که تو را به رب العالمین برساند. حالا حتی اگر علم فیزیک باشد، شیمی باشد، زیست شناسی باشد، میدونه اگر که تخصص داشته باشید یا رشته زیست باشد یا طب باشد، چقدر میتونید از این مسائل برای خداشناسی، برای خداپرستی، برای تقویت ایمان، برای افزایش ایمان در جامعه و در خودت به کار بگیرید. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. ما نشانه های قدرتمون را در آفاق و در انفس به شما نشون میدیم. پس علم طب و علم زیست و علم فیزیک و علم شیمی، خداوند خالق رنگ هاست. چقدر رنگ آفریده خداوند، اصول رنگ ها رو خدا آفریده، اما ترکیبات این رنگ ها به انسان عقل داده که فکر بکنه علمی را بیافرینه که از ترکیب دو رنگ یک رنگ سومی رو تولید میکنه. چقدر رنگ های زیبا آفریده خداوند. من به شما نگفتم یه سفری 15 روزه رفتیم تا اطراف ایران چرخیدیم، تقریبا 4-5 روز تو منطقه گلستان و شمال بودیم، خلخال و تالش و اسالم و این منطقه. دوستانی که همراهمون بودن وقتی این طبیعت رو میدیدن، باور بکنید تو ماشین فقط میگفتن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یعنی خود این رنگ سبز جنگل، این التفاف درخت‌ها در همدیگه، این کوهی که اینطوری پوشیده شده بود، همش چشم نوازش میکرد، همش عظمت خدا بود، همش سبحان الله میگفتن. حالا اگر انسان علم این مسائلی که پیرامونش هست و در محیطش داره زندگی میکنه و در کنارش هست و در درونش هست بهش پی ببره، امروز علوم خداشناسی به اوج رسیده. اگر کسی امروز خداشناس نباشد پس اون معاند هست، نه اینکه دلیل براش نرسیده. تونل هست زیر آب میره 500 متر 1000 متر، شیشه‌ای اکسیژن درش تنظیم شده، $100 میدید در هنگ کنگ، در نمیدونم جاهای دیگه، میری زیر آب 1 ساعت 2 ساعت عجایب خدا رو زیر آب میبینید. کجا صحابه رسول الله زیر آب رفتن که عجایب خدا رو زیر آب ببینن؟ فقط یونس رفت زیر آب که واقعا هم عجایب دید. وقتی در شکم نهنگ قرار گرفت گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. همونجا کلمه توحید رو گفت، خدا نجاتش داد. و سفر اسراء و معراجی که پیامبر رفت که 7 آسمان رو شکافت. ولی امروزه هر انسان عادی میتونه به فضا بره، هواپیما سوار بشه، هر انسانی میتونه زیر آب بره و با یک دکمه زدن تمامی علوم و فنون امروز و همه ابتکارات و خلاقیت ها و اکتشافات و اختراعات میاد جلو انسان. به زبانهای مختلف ترجمه شده. علما الان تفسیری دارن به اسم تفسیر تصویری قرآن برای کودکان. تفسیر تصویری دیگه صحبت نمی کنه. سوره الرحمن میخواد تفسیر بکنه، موضوعاتش مشخصه. مثل این که تو موضوع میدی به بچه های 5 ابتدایی، میگی چه؟ این عنوان مواد مخدر، نقاشی بکشید. بهترین نقاشی چه؟ اون درباره مواد مخدر نمی نویسه که چه آفتی داره، چه فلانی داره، چه مضراتی داره. اون میاد نقاشی میکشه و اون عنوان رو میرسونه. علم، هر علمی میتونه نافع باشه به شرطی که خدا مد نظر باشه. قبلا هم گفتم خدای ما خدای زیبایی هاست. علومی که زیبایی های طبیعت به تو نشون بده و جلوه بده، اون جزء علوم خداشناسی است، جزء علوم محترمه.
علومی که زیبایی ها را، هنرنمایی های طبیعت که پشتش اللهه. تو نماز تو دعا میخوند عبدالستار که اللطیف، میدون لطیف به معنی چی؟ کسی که ظرافت کاری بلده، کسی که بلد گلها و برگهای گل رو رنگ بکنه، پرندگان رو رنگ بکنه. سبحان الله. همه ما میریم اصفهان که نمیدونم پل 33 پل و نمیدونم فلان و جاهای دیگه ببینیم، ولی دیدنی تر از پل 33 پل که 4 تا سنگ رو هم گذاشته انسان، باغ گلها و باغ پرنده هاست. من سال گذشته بود بچه ها ما بردم به مدت شاید 1 ساعت 2 ساعت همین باغ گلها و پرندگان. حالا هر سال میگم بابا ما را اگر میبری ببر باغ پرنده ها، انواع پرندگان رنگارنگ زیبا قشنگ، همه میگه سبحان الله. هر نوعی که میبینید یا یک نوع چقدر متنوع. الان کتاب ها آمده درباره طبیعت، دائره المعارف طبیعت. انار آورده، انواع انارها، فواید انار، شگفتی های انار آورده تو. نصف صفحه معلومات هم بهت داده. شتر آورده، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. امروز اگر کسی خدا رو نشناسه، با این همه پیشرفت علمی و هنری و این همه ابزار ارتباطاتی که علم و زود میتونه انتقال بده، بچه های ما اگر به زبان انگلیسی بپردازن، زبان فرانسوی بپردازن، زبان عربی بپردازن، متاسفانه زبان مادری خودشون درست بلد نیستن. سالی چند تا جمله مفید خوب و ارزشمند تو فارسی ما یاد میگیریم و یاد میدیم. سالی چند تا کتاب مطالعه میکنیم. همین قرآن هم به زور فقط تو رمضان یک جز به زور اگر تا آخر نماز بمونیم میشنویم، دیگه سرش هم باز نمیکنیم که تو فکر معنیش بریم. هر علمی و هر زبانی که یاد بگیری افق تو رو چند برابر بازتر میکنه، افق فکری. سبحان الله. اگر بچه های ما یک زبان غیر از زبان مادری بلد باشن، میدونی چقدر اطلاعات به معلوماتشون افزایش پیدا میکنه. یک بچه در سن 5 سالگی 6 سالگی توانایی 3 تا زبان همراه هم غیر از زبان مادریش داره که همزمان با هم یاد بگیره، ولی ما نمیفرستیم. بچه اگه از اول ابتدایی بره تا 3 راهنمایی، کلاس زبان، کلاس عربی، تو همین چند سال باور بکنید حداقل 10,000 تا جمله و کلمه یاد میگیره. دیگه خلاص خود به خود راه افتاده. اینا به عنوان یک سرمایه براش میمونن و پایه های علمیش میشن و فکریش و افقشو باز میکنه. امروز ابزار علم همین کامپیوتره، اطلاعات تو اینه. علم وقتی یک عالم دین کم میاره، از نظر زبان، از نظر استفاده از ابزار ارتباطاتی که با جهان میتونه ارتباط برقرار بکنه، الان دوستای اینترنتی هستن. باور بکنی کسانی هستن که با اینترنت با عالمی تو ازهر ارتباط برقرار کرده، با یک جوان مسلمان شده، اطلاعات بهش داده. دوست اینترنتی. عبدالمجید اینجا نشسته، میدونی که من چه دارم میگم. دوستان میگن ما تو کشوری دیگه دوست پیدا کردیم، با هم دیگه مکاتبه داریم، با هم دیگه محاوره داریم، میریم تو سایت میزنیم، اون میاد پشت خط. حالا نزدیک شده که چیزی نمونده که دیگه شهادتش رو اعلام بکنه، شهادت اینش. نه یک مورد، نه 100 مورد، هزارها مورد.
امروز اگر یه ملای خوبم بخواد بشید که کم نیارید، باید از ابزار زمان استفاده بکنید، در اختیارت باشه. ما در کشورمون چند تا عالم سنی داریم، خیلی هم مطرحن، چند تاشون زبان انگلیسی بلدن، فرانسوی نمیگن. از خودم گرفته برو فکر میکنیم به درد چی میخوره؟ هیچ. یه زمانی یک نمیدونم هلندی بود کجایی بود، یک سالی آمد تو این خانه همسایه مسجد، سید حبیب اینجا پیش نماز بود، بلنگو بالا باز بود، توریست بودن، جهانگرد بودن، اینجا دعوت بودن تو همسایگی این مسجد. قرآن از بلنگو پخش میشد، نماز تراویح بود. اصلا معنویت قرآن و نغمات قرآن و آهنگ موزون قرآن اونو گرفته بود. آمدن تو همین محراب، من یه نسخه قرآن ترجمه انگلیسی داشتم، خودش با خانمش بود، دعوتش کردیم خونه، همونو بهش هدیه دادم و خودش گفت من مسلمان شدم. من کاری ندارم دیگه که دل کسی که نباید دیگه برید بشکافی که راست گفته یا نگفته، ولی همین که این صدا رو شنید و آمد اینجا و نشستی داشت با جماعت، آقای ریگی بود، نیروی دریایی بود، زبانش خوب بود، ترجمه کرد خیلی مسائل، اصلا براش خیلی جالب بود. اون چیزی که نیاز رشد امت اسلامی است در قالب یک علم، همه ما باید تشویق بکنیم تا همه فرا بگیرن. علم، همه علوم ما میتونیم مفید بکنیم. درباره علم ابن قیم چی میگه؟ میگه علم سینه آدم رو منشرح میکنه و اونقدر این سینه رو وسیع میکنه، وسیع‌تر از کل جهان. متن عربیش بخونم زیباست، میگه فإنه یشرح الصدر و یوسعه حتی یکون اوسع من الدنیا. اونقدر میگه دل و منشرح میکنه علم، اطلاعات، معلومات مفید خوب، دل و گشاد میکنه و وسیع میکنه به درجه‌ای که وسیع تر از دنیا قرارش میده. و دو چیز ساحل نداره، یکی دریای علم و یکی دل انسان. تو چقدر محبت میتونی داخل اینجا بدید بازم پر نمیشه. خداوند از زمین و آسمان بزرگتره، تو این دل تو جا داره. محبت خداوند به وسعت آسمان ها و زمین ها و مافوق اونهاست. محبت چقدر مؤمنین تو دلته. این چارچوب، این دیوار اگر 400 نفر توش فشرده بشینن تمام شد، ولی تو دل تو 1 میلیارد نشسته، 1 میلیارد و 400 میلیون نشسته، بلکه 5 میلیارد نشسته. دوست داری که اون 4 میلیارد هم مسلمان بشن، خوب بشن، مؤمن بشن، با خدا بشن. بس محبت اونام دارید، محبت قبل از اینام داشتید، محبت اونایی که بعدم میان دارید. این دل وقتی که محبت خدا توش میشینه و علم خدایی توش میشینه، باز میشه، وسیع میشه. و وقتی این محبت ها و این علم و تقوا و ایمان ازش خارج میشه، خشک میشه، فشرده میشه، تنگ میشه، تحمل هیچ کس نداره. بعد میگه ولیس هذا لكل علم، و این برای هر علمی نیست، بل للعلم الموروث عن الرسول صلی الله علیه و سلم و هو العلم النافع. میگه برای هر علمی نیست، بلکه برای علمی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارث رسیده و اون علم نافع هست. ما دو نمونه عالم شدن داریم. عالم شدنی که نیاز به مدرسه هست، کلاس درس هست، معلم هست، سر کلاس باید بنشینی، صندلی هست،
قلم هست، دفتر هست، گوش دادن هست، نگاه کردن هست، نوشتن هست، مذاکره کردن هست، حفظ کردن هست تا تو عالم بشی. اگه نیتت هم خیر باشه عالم میشی. این یک نوع علم. اما علم دوم علم لدنی بهش میگن. نیاز به قلم و دفتر نیست، سر کلاس هم نمیخواد برید. علم لدنی، علم لدنی دو تا آیه دربارش آمده. یکی چند شب پیش گذشت، میخواستم ترجمهش کنم نشد، و دیگری چند شب بعد میاد. ولی من برای شما میخونم. خاطرتون هست آیه 282 سوره بقره، آیه دین، طولانی ترین آیه در قرآن، یک صفحه است. آیه دین بهش میگن. آخرین آیات این آیه است. آیه 282 سوره بقره. واتقوا الله. دنبالش چیه؟ واتقوا الله شرط و مشروطه. دنبالش کی میگه؟ واتقوا الله. شما دوست دارید عالم بشید؟ یک علم باید برید سر کلاس درس، استاد بیاد سر کلاس درس، 1 ساعت بشینید، صندلی، میز، قلم، دفتر، کتاب باز کنید جلوت. اون یک علم طبیعیه. هر کسی به اندازه استعدادش و دقتش و ادبش و نظمش و حضورش در کلاس و مناقشه درس با استاد یاد میگیره. اینم دوباره به اندازه درصد هست. واتقوا الله. کسی نگفت دنبالش. و یعلمکم الله. درسته مجید؟ آیه قرآن پس این. واتقوا الله. تقوای خدا داشته باشید، از خدا بترسید. نتیجهش چی میشه؟ و یعلمکم الله. الله میشه معلمتون. خودش شخصا میاد معلمت میشه. از این دیگه صریح‌تر خدا صحبت نکرده. واتقوا الله. بعد میگه و یعلمکم الله. جمعه و خطابش جمعه. میگه با هم از خدا بترسید. خدا همه تون رو عالم میکنه. خیلی مختصر، شرط و مشروط. اولی تحقق پیدا کرد توسط شما، دومیش که خلف وعده نمیشه. نیاز به قلم دفترم نیست. 10 سال مدرسه دینی رفتنم نیاز نداره. واتقوا الله و یعلمکم الله. از این دیگه امیدوار کننده تر که خدا شخصا خودش میگه من معلم شما میشم. واتقوا الله و یعلمکم الله. هممون با هم تصمیم میگیریم که الله کاری بکنیم که الله معلم ما بشه، بیاد اصلا کلاس درس برای ما بذاره. احساس بکنی که اصلا شناختت، فهمت، درکت، شعورت روز به روز نسبت به خودت، به شخص خودت و هدف از خلقتت و به کل طبیعیت پیرامونت و به کل این کلامی که نازل شده و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و فلسفه وجودت، روز به روز اطلاعاتت بیشتر بشه، شعورت بالاتر بره. واتقوا الله و یعلمکم الله. بعدش دوباره چه گفته؟ ختم آیه والله بكل شیء علیم. خداوند هر چیزی را میداند. یه چیزایی یادت میده که فقط خودش میدونه. و علم آدم الاسماء كلها. والله بكل شیء علیم. خدا به هر چیزی عالم هست. همه چیز خدا بلده. یه رمز و رموزات یادت میده که فقط خدا خودش میداند و تو این رمز و رموزات یه قدرت هایی برات تولید میکنه، ایجاد میکنه، به وجود میاره که سبحان الله. حضرت عمر رضی الله عنه روی منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه خطبه میخوند.
لشکرش تو ایران می جنگیدن، یک دفعه فریاد زد یا ساریت الجبل. تقوا چنین علمی رو تولید میکنه که اون علم قدرت رو تولید میکنه. سربازان امیرالمومنین عمر بن الخطاب وقتی میخواستن از دجله و فرات رد بشن در حال تلاطم بود، با اسباشون از دجله و فرات رد شدن. اون طرف هم مدائن پایتخت یزدگرد سوم بود که همه منتظرشون بودن که قتل عامشون بکنن. نه دریا مقاومت میکرد، نه اقیانوس جلوشون میایستاد، نه صحرا، نه طوفان، نه باد. جامعه ما مریضه، خود ما همه مریضیم. دو نفر رو نام میبرم، شنیدید اسمشون. یه نفر رو که خیلی میشناسید، محمد ابن ادریس شافعی رو که میشناسید، دنیای علم بود. ابن تیمیه رحمت الله علیهم اجمعین که میشناسید، هم جهاد هم علم، با قلم و با شمشیر، امر به معروف نهی از منکر، نوشته هاش و شمشیرش. بعضی موقع معلوماتش فراموش میکرد. وقتی معلوماتش فراموش میکرد سر کتاب باز نمیکرد نگاه بکنه یادش بیاد. خودمون تا فراموش کردیم سر کتاب باز میکنیم، نوت برداری میکنیم، یادمون آمد تو جیبمون میذاریم. ولی وقتی معلوماتش فراموش میکرد میرفت یک گوشه مینشست شروع میکرد استغفر الله العظیم، 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 استغفر الله. بعضی موقع به 1000 بار میرسید، یادش نمیآمد، بسته بود. بار 1000م یک دفعه ذهنش باز میشد، خدا به دلش القا میکرد، حافظش رو بر میگردون. میدونی چی دارم میگم؟ امام شافعی یک روز دید که حافظش کم شده، معلوماتش فراموش میکنه، سرمایش داره از دستش میره. یک استادی داشت به اسم وکیع، رفت پیشش گفت جناب شیخ، جناب استاد، کمکم کن، سرمایم داره برباد میره، علمم دارم فراموش میکنم، معلوماتم. سرشو تکون داد. امام شافعی کسی نبوده که روز برش بگذره تو 100 تا کتاب نگاه نکنه. امام ابن تیمیه 100 تا کتاب تفسیر میخوند اگر میخواست یک آیه رو تفسیر بکنه. 100 تا کتاب تفسیر میخوند، اما بازم دستش بلند میکرد و این دعا را میکرد، میگو یا معلم ابراهیم علمنی. بعد از اینکه 100 تا تفسیر مطالعه میکرد برای تفسیر یک آیه، بازم میگفت یا معلم ابراهیم علمنی. ای معلم ابراهیم، منظورش ابراهیم خلیله، از اون علم یادم بده. و یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم علمنی، یادم بده. به خدا گفتی یادت بده؟ حالا که مشخص شد که علمی غیر از علم کتاب و دفتر و قلم و استاد و دانشگاه هست، جوان 6 ماه میره دانشگاه آزاد، فکر میکنه پروفسور و روشنفکر و متفکر اگه در دنیا هست خودشه. معذرت میخوام. و روز به روزم از خدا فاصله میگیره، از خوبی ها فاصله میگیره، تعهداتش کم میشه و خودش رو روشنفکر و متفکر حساب میکنه و دیگرها همه چه متخلف و رجعی و عقب افتاده. یا معلم ابراهیم علمنی، چقدر ادب داشتن. و یا معلم محمد صلی الله علیه و سلم علمنی، همونطوری که یاد این بندگان خاص دادی یاد منم بده، دلمو منشرح بکن، ذهنمو باز بکن. توی پدر برای بچه دعا کردی، فقط تو فکری که زن خوب براش بگیری بس.
زن خوشگل، خانه براش درست بکنی، فلان بکنی، فکر میکنی دامادش کرده تمام شده رفت. یک بچه عالم تربیت بکنی که دنیایی رو خدمات بده، میدونی چیه؟ فراموش کردیم اون علم. شکایت کرد پیش استادش وکیع امام شافعی محمد ابن ادریس. محمد ابن ادریس شاگرد استاد امام احمد ابن حنبل بوده. بعد در امام شافعی از این 4 تا امام بزرگوار اهل سنت شاعر و دیوان شعر داره و کلامش در لغت عرب حجته. میگه که شکوت الی وکیع سوء حفظی، رفتم پیش استادم وکیع شکایت کردم که حافظه‌ام ضعیف شده. سوء حفظی. حالا چه راهنمایی کرد استاد؟ میگه فارشدنی الی ترک المعاصی. اصلا ربطی به هم نداره، در ظاهر قضیه ربطی به هم نداره. میگه رفتم گفتم حافظه‌ام ضعیف شده، به من گفت که گناه کم کن. به امام شافعی داره میگه، بهش گفت، به من گفت که گناه کم کن، گناهت کمتر کن. نگفت بهش بیشتر مطالعه بکن، بیشتر دقت بکن، بیشتر نوت برداری بکن، درس تکرار بکن تا تو ذهنت بمونه. شکوتو، شکایت کردم، الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. اون معلمینشون چقدر با خدا بودن. حالا معلمین ما امروز سر کلاسا تشویق میکنن که بچه ها با تقوا بشن. باور میکنه اوائل انقلاب که ما بچه بودیم یا 2-3 سال قبل از انقلاب، وقتی عروسی میشد تو محله، معلم ریاضی تو خونش نشسته، ما شاید جرئت نداشتیم بریم سر عروسی که شاید معلم بیاد دور بر عروسی به چرخ ما رو ببینه. امروز اسم معلم گذاشتن ساز، چون قدش بلنده. حرمت رو نگاه کن چی شده. معلم هم معلم نیست، یا نمره کیلویی میده که تجدید بشه، که پایش ضعیف بشه، یا از اون طرف تجدیدش میکنه که کلاس تربیتی بزنه، یا اگر بچه جواب نداد میگه مردشو رو ریخت تا ببرم، غسالت بزنه. شنیدید یا نشنید از معلم؟ اون معلمینی که دنیا رو تربیت کردن و مسیر تاریخ بشریت رو عوض کردن، اگر شاگردشون جواب نمیداد یا درس رو حفظ نمی‌کرد یا یاد نمی‌گرفت، گریه می‌کردن، به نماز می‌ایستادن. خدایا کمکم کن، این قفل شده، یا مشکل منم یا مشکل اینه، کمکم کن، امروز درس نگرفته. فارشدنی الی ترک المعاصی، دنبالش خیلی زیباست. و اخبرنی بان العلم نور و نور الله لا یهدی لعاصی. من راهنمایی کرد که گناهمو کم کنم و به من خبر داد که علم خداوندی نور هست و نور خدا شامل انسان عاصی و گناهکار نمی‌شود. اون دنبال تاریکیه، چطوری خدا نور تو دلش بندازه؟ علم خدایی نور، یک پارچه نوره که خدا پرت میکنه تو دلش و اون داره نور رو خاموش میکنه. معصیت و گناه تاریکی میآفرینه. اولین تاریکی در دله، بعد منعکس میشه به صورت، بعد تاریکی در رزق. آثار گناه تو چند چیز نمایان میشه. یکی دل رو تاریک میکنه، کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر گناه یک نقطه سیاه تو دلش میذارن، اگه توبه کرد پاک میشه، اگه نکرد 2 تا نقطه 3 تا نقطه، تا اینکه کل دلش در بر میگیره، دیگه میشه کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. و این تاریکی منعکس میشه به چهرهش و این تاریکی میاد تو رزق و روزیش. گناه رزق و روزی رو از بین میبره. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. امروز نه اینکه درآمد کم شده، درآمد چند برابر شده، خیر و برکت کم شده.
مال گناهه. حتی خیر و برکت تو علم علما هم کم شده. باور بکنید یک شیخ زیایی بیشتر تو بندر اصلا تو جنوب نبود، قبل از اون جای خودش بماند، ولی دنیای منطقه رو متحول کرد. خاتمش هم به خیر خاتمه شد، شهید شد. تو کوههای چاه مسلم جسدش پیدا شد، ولی بذر علم و خالصانه کاشت. و نور الله لا یهدی لعاصی. پس بر بگردیم واتقوا الله. حاضری جواب بدید؟ واتقوا الله بگید دیگه. و یعلمکم الله. این تصمیم باید جمعی گرفته بشه. خدا میگه از من بترسید، از خدا بترسید، خدا همین شما را عالم میکنه. خود درباره همین موضوع من فقط آیه بعدیش هم میخونم، 2 تا آیه دیگه هست، اما موضوع بعدیش یا عنوان بعدی حساب شماره 4 از اسباب انشراح صدر برای فردا شب انشاءالله، آیه 60 سوره کهف، جریان خضر با موسی است. خضر شنیدید اسمش؟ نبی نبوده. موسی کی بود علیه السلام؟ پیغمبر اولوالعزم بود. پیامبران اولوالعزم چند تان؟ این خود دیگه باید بدونید چند تان. یه نفر میگه 5 تا، ولی همه جرئت ندارن بگن. چرا نمیتونیم بگیم؟ به خاطر که نداریم. 5 تا چرا نداریم؟ به خاطر که ما کوتاهی کردیم، کلاس نگذاشتیم یا بازار شما را نگذاشته. بازار ساعت 10-11 شب تعطیل میشه دیگه، رمقی نمونده برای کلاس. تو همین سوروی ما یه پدری بچه‌شو از مدرسه 1 سال بیرون آورد، مدرسه دولتی ها، همه گفتن اشتباه کرده. بچه‌ش کلاس حفظ می آمد، نمیتونست تمام بکنه، از مدرسه درش آورد، گفت 1 سال حفظ تمام بکن، بعد برو سال بعد انشالله اشکال نداره بنویسن مردود. 1 سال ترک تحصیل. تو هم 1 سال بچه‌ش حافظ کل قرآن شد. سهام الدین کمالی اولین کودکی که تو سورو حافظ شد، پسر شهاب الدین کمالی. علم شاگرد ممتازه. از درس عقب نمیافتاد. 1 سال بچه‌شو در آورد، گفت اول حفظ تمام کن بعد برو مدرسه دولتی. شاید به نظر میرسید خیلی کار احمقانه‌ای کرده، ولی الان میدونیم که چه کار بزرگی کرده. بچه دوم راهنمای، اول راهنمای حافظ کل قرآن شد. الان فکر میکنم اول دبیرستانه. نمیدونم دبیرستان شاهد داره میخونه، دبیرستان فخرآفرینان داره میخونه، اونجا داره میخونه. آیه 60 و علمناه من لدنا علما، و علمناه من لدنا علما. اینو که دیگه همیشه میخونید، و علمناه من لدنا علما. ما از لدن یعنی نزد، لدن یعنی نزد، ما از نزد خودمون، پیش خودمون بهش علم دادیم. منظور کیه؟ خضره. منظور خضره. سبحان الله. از اون طرف خداوند چه تواضعی به موسی داده. پیغمبران اولوالعزم 5 تا، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. این 5 تا میگم پیامبران اولوالعزم، یعنی کسانی که از بیشتر پیامبران بیشتر ابتلا شدن، مورد آزمایش و سختی ها تحمل کردن و عزم راسخی داشتن. و اشرف اولوالعزم آخریشه.
ختم مرتبته، همون که تو جزء امتشید. خاتم النبیین اشرف الرسل و اشرف اولوالعزم. حالا این پیغمبر اولوالعزم که موسی باشه، کلیم الله باشه، چه تواضعی داره برای اینکه عالم بشه. یکی از اسبابی که انسان عالم میکنه تواضع در مقابل علما. میگن یا باید عالم باشید یا با عالم دوست باشید یا عالم را دوست بدارید تا علم بیاد تو خونت. اگر عالم نیستی باید دوست عالم باشی، یعنی عالم دوستت باشه، یه رفیق عالم داشته باشی. اگر اینم پیدا نمیشه تو منطقه شما، باید علما رو دوست بداری هر کجا که باشن. شیخ ابوالحسن ندوی تو هند مثلا، شیخ محمد خود نمیدونم فلان جا، شیخ یوسف قرداوی، شیخ نمیدونم فلان، شیخ فلان، هر کجای دنیا که باشه باید دوستشون بدارید. و اینو بدونید که اگر پدر و مادری واقعا علما رو دوست بدارن، به خاطر خدا که علم خدایی دارن و تمنا بکنن که خدایا همینطوری که فلانی رو عالم کردی پسر منم عالم بکن و تلاش بکنن و حمایت از علما بکنن، باور بکنی از نیست علم رو به خانه خودش میکشن. آخرین آیه رو میخونم، تواضع حضرت موسی که درجهش اصلا قابل مقایسه با خضر نیست، ولی تواضعش رو میخونم، خدا نقل کرده. آیه چند 66 تو سوره کهف، تواضع حضرت موسی کلیم الله در مقابل این معلمی که خدا از نزد خودش عالمش کرده. قال له موسی دنبال خضر افتاد. این کلیم الله اولوالعزم، اون نبی نیست، دنبالش افتاد، التماسش میکنه، خواهش ازش میکنه، ببخشید میتونی بیستی؟ خواهش میکنم میتونی چند دقیقه بیستی وقتت به من بدی؟ حالا خواستش چیه؟ قال له موسی به خضر گفت هل اتبعک، اجازه میدی من پیرو تو بشم، دنبالت بیام، همراهت بیام؟ هل اتبعک، اجازه میفرمایید؟ چقدر ادب داره. هل اتبعک، سوال میکنه اگه اجازه بده بره دنبالش. هدفش چیه؟ علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، از اون چیزی که خدا، از اون رشادت و رشد و کمالی که خدا بر تو القا کرده، بر تو تفضل کرده، شامل حالت کرده، یه چیزی یادم بدید. تعلمنی، به من یاد بدید، آموزش بدید. از این تواضع بالاتر دیدید؟ تو حضرت علی رضی الله عنه همچه تواضعی بود، تو عبدالله ابن عباس همچه تواضعی بود. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند من علمنی حرفا سیرنی عبدا، کسی که یک حرف یاد من بده من خدمتگزارش میشم. و مشهور است که عبدالله ابن عباس میرفت در خانه امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله عنه مینشست، در بسته بود، مینشست، به خودش اجازه نمیده در بزنه، میخواست سوال شرعی ازش بکنه، میدونست که علم داره حضرت عمر رضی الله عنه. میرفت در خانه مینشست، همینجور مینشست، بعضی موقع 1 ساعت، بعضی موقع 2 ساعت، بعضی موقع آهسته در میزد، 3 بار در میزد. سنته که 3 بار آهسته در بزنید، اگه باز نمیشد راهش میگرفت میرفت دوباره برمیگشت. بعضی موقع امیرالمومنین رو در میامد که عبدالله ابن عباس نشسته همینجور، بیرون میامد یه سوال ازش میکرد، چرا در نزدی؟ نه شاید وقت استراحتته. امروز نجاست در خونه علما میکشن، شب مشروب میخورن، شیشه هاشون میذارن در خونه علما. تفاوت تو نگاه چقدره. اینجاست که میگن موت العالم موت العالم، وقتی یک عالمی فوت میکنه یک عالمی میمیرد. پدرت میمیره، مادرت میمیره، احساس نمیکنی یتیم شدی، ولی وقتی یک عالم بزرگی تو منطقه میمیره باور میکنی، فکر میکنی ستون فقراتت خورد شده، از هم پاشیده ریخته.
واتقوا الله و یعلمکم الله. خیلی تواضع توشه، هرچی بگم کم گفتم. ادبم توشه، هم تواضع و هم ادب. فقط این تواضع یک بار دیگه میکنم. میدونم که شما قال له موسی هل اتبعک على ان تعلمنی مما علمت رشدا، از اون چیزی که خدا به یاد داده، از کمال، از رشد، یاد برام بدید. موفق باشید. خدا به خاطر حوصلتون شما پاداش بزرگ بده، دلتون رو بزرگ بکنه، منشرح بکنه، هدایت کامل، تقوای کامل، نور ایمان پرت بکنه تو دلتون، علمی که دل را منشرح بکنه و وسیع بکنه، از دنیا زمین آسمان وسیع‌تر بکنه و خدا توحید کامل نصیبتون بکنه و تواضع و ادب در مقابل علم و علما نصیب بکنه، نصیب هممون بکنه. این چند تایی است که تا اینجا گفتیم. فردا شب انشاءالله اگر حیاتی باقی ماند، اون 5 تای باقی مانده شب یکم بگیم ولی کامل بگیم، اشکال نداره، زمان هست. جزاکم الله خیر. موفق و مؤید و سربلند باشید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دست هم بگیرید، هم دیگه رو حلال بکنید. حاملا لخطيئتي فاغفر لعابد ما جنته يداه فاغفر لعابد ما جنته يداه بك أستجيب. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم بك أستجيب. بك قف أستجيب. بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو فعزيز بك أستجيب. بك أستجيب.